مرحوم احمد نراقی، ملا احمد نراقی متوفی 1245 هجری قمری، دیگه الان دیگه در واقع از 11 12 و الان 13. بله. ایشون در مستند الشیعه اینطور میگن که مباشرت فقیه عادل در تقسیم نصف خمس اصناف، یعنی غیر از سهم امام، بنابر قول حق شرط نیست. ایشون میگن آقا به نظر ما شرط نیست برای نصف سهم سادات که آقا حتما مباشرت داشته باشه. به خاطر این اصل همین است برخلاف نظر برخی که مباشرت فقیه را در آن شرط میدانند و برخی از بزرگان که در زمان خودش افرادی هم بودن که همین شرط رو در سهم سادات هم باز داشتن. بله در سهم سادات هم داشتن. بله. و برخی از بزرگان این نظر را به مشهور نسبت میدن. بعد خود ایشون تو ادامه در رابطه با سهم امام میگه که و هل تشترط مباشرت فی تقسیم نصف الامام کما هو صریح و جماع املا و الحق هو الاول، که یعنی شرطی که مباشرتاً این رو انجام بده، یعنی قول اول، چرا که دانسته شد که ملاک در حکم به تقسیم اذن و اجازه است که از شاهد حال معلوم است و ثبوت مباشرت فقیه در تقسیم نزد کسی که تقسیم را جایز می‌دانند اجماعی است، اما برای غیر آن معلوم نیست، خصوصا با وجود شهرت اینکه غیر از فقیه جایز نیست متولی خمس شود، بلکه اجماع شده است بر عدم جواز تصرف در مال امام غائب، خصوصا با وجود نائب عامی که نسبت به احکام تقسیم داناتر است و نسبت به مواقع تقسیم خمس بیناتر است. میگه اجماع هم شده، یعنی سهم امام 100% باید در اختیار قرار بگیره، به خاطر اینکه آقا میگه اصلا کسی حق نداره مال امام رو تقسیم بکنه وقتی که نمیدونه موارد مصرف رو. اون مرجع جامع الشرایط میتواند به خاطر اینکه میداند بر اساس روایات در کجا باید خرج بکنه.